به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، امروز در برنامه ترازوی عمل عاید طلاق و علل خصوص طلاق های تلفنی صحبت میکنیم. چطوری که هر یکی شما عزیزان میدونید، سالهای اخیر با آنکه تلفن هر یکی ما را به همدیگر خیلی نزدیک کرد و اگر وقتهای پیشتر همدیگر را سالها نمیدیدیم و ماها صدای همدیگر را نمیشنیدیم، امروز میتوانیم هر روز، بلکه بعضی ها در یک روز 3 بار و 4 بار از دور ایستاده با همسر خود، اهل عائله خود میتوانند حتی دیده صحبت کنند. ولی مشکلی دیگری که تلفن ایجاد کرد، یک کشمکشی کوچک، یک نزاع‌های کوچک بین زن و شوهر از راه دور باشد هم الان با واسطه تلفن سبب شده ایستاده است که اکثریت عائله ها و اکثریت خانم ها کلمه طلاق را از طریقه تلفن شنوند و یا از طریقه رساله هایی که ناگهان به دست زن می رسد و می بیند که در تلفن نوشته شده است که من طلاق تو را دادم و اینجا چی باید کرد. بیایید پیش از آن که درباره موضوع طلاق از طریقه تلفن و یا از طریقه خط و SMS صحبت کنیم، ببینیم که خود طلاق در شریعت تا چه اندازه جایز است، تا چه اندازه جایز نیست و اساساً طلاق باید در شریعت چگونه باشد. برای آنکه با پیشرفتن این همه عصبیت یا گفتیم قهر و غضب که سال مردم از سال پیشتر دیده زیادی عصبی و زیادی به احساسات داخل می شوند، کلمه طلاق هم خیلی زیاد شنیده می شود و بعضی ها حتی عادی ترین چیز وقتی می خواهند زن خود را اذیت کنند و یا می خواهند انتقام می گیرند یا قهر و غضب خود را بالای همسر خود ریزند، یک بار با طلاق می ترسانند. طلاق را دادم، الکی تو طلاق هستی. و زن هم در نوبت خود وقتی که میخواهد تا توان از شوهرش انتقام گیرد، یک بار میگوید طلاقم را ده، الان طلاق میخواهم، اگر الان طلاقم را ندادی چیزی دیگر. یعنی ما گویا احساسات خود را، انتقام خود را، قهر و غضب خود را بالای یکدیگر با کلمه طلاق تمام میکنیم. برای همین پیش از آن که در این باره طلاق گپ زنیم، باید بدانیم که خودی طلاق چی است و چگونه باید باشد و آیا می شود که برای ترسانیدن و یا برای هزل و شوخی کردن با طلاق بازی کرد و با طلاق همیشه در دهان ما چرخ زند. اینجا البته که میدونیم که طلاق در شریعت جایز است، برای آنکه هم در آیات های کتاب الله و هم در حدیث پیامبر درباره طلاق خیلی زیاد ذکر شده است. علاوه خصوص سوره کامل، سوره طلاق در قرآن کریم است و در تمام کتاب های احادیث هم بعد از کتاب نکاح همون نکاح طلاق می آید و الله می گوید الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاق شما اساسا 2 بار است، 1 بار می دهید، دوم بار می دهید، شانس برای 3م بار اگر طلاق داده دیگر وجود ندارد. شما باید با همین دیگر هرگز یک جایه نشوید و این چنین در خود سوره طلاق میگوید یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده. ای پیامبر و این چنین ای مؤمنان، وقتی همسران خود را طلاق دادید در عده‌هایشان، عده‌شان این است که اگر حیض نباشند در وقت پاکی زنها به آنها نزدیکی نکرده طلاق دهید. و این چنین هم در تمام کتاب‌های احادیث علل خصوص بخاری و مسلم هم باب طلاق است که در آنجا چگونه بعضی از صحابه ها مثل عبدالله ابن عمر همسرشان را طلاق دادن و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی همسران خود را طلاق دادن. احادیث خیلی زیاد است و اینجا البته میدونیم که هر چیزی که در شریعت جایز است یا جایز نیست، این مطلقا یک حکمت دارد که در آن برای مردم مسلمان فایده هست و حالت‌های می شود که زن و شوهر به جز جدایی دیگر هیچ چاره‌ای ندارند. اگر جدا نشدن حیات همدیگر را به یک جهنم تبدیل می‌دهند، یا اینکه دیگر زن طاقت ندارد و یا اینکه مرد الکی کل صبرش از دست رفت. در این وقت طلاق می آید و دیگر اینها از هم جدا می شوند و هر دو از پی زندگی می شوند. لیکن در وقت طلاق گفتن یا خود طلاق را جایز گفتن باید بدانیم که همیشه طلاق جایز نمی شود. حالت‌هایی هست که طلاق دادن حرام است،
حالت‌هایی هست که طلاق دادن فرض است، حالت‌هایی هست که عادی طلاق دادی هیچ مشکلی ندارد. مثلا کدام وقت طلاق فرض می شود؟ وقتی که بین زن و شوهر جنگ و جنجال دائمی هست، خانه آنها به یک جنگل یا خود یک دهشت تبدیل شده است که فرزندان همیشه اذیت می شوند. زن و شوهر شب و روز با هم خرخشه می کنند، هرگز آرامی ندارند. زن شوهر را، شوهر زن را، هم دیگر را لط و کوب می کنند و مشکلی خیلی کلان است. در این وقت دو نفر یا گفتیم یک قاضی بین اینها می بیند و می گوید شما با هم دوام داده نمی توانید، حتما باید جدا شوید وگرنه یا خودتان یا فرزندان بیمار می شوند و یا اینکه این چیز رفته رفته به یک دشمنی و قصاص های خیلی شدید تبدیل می شود. در این وقت حتما باید جدا شوند تا اینکه این مسئله ها حل شود. ولیکن اگر به یگان سبب های کوچک، جنگ و جنجال های عادی برای کوچه رفتن یا خود برای یگان چیز را خریدن، چیزهایی که سبب یگان جدی ندارد، طلاق دادن در شریعت حرام است. برای آنکه ابغض الله عند الله طلاق، اگرچه بعضی از علما ضعیف میگویند ولی علمای زیادی دیگر میگویند به حدیث عمل کرده می شود که بدترین چیزی که حلال است لیکن او بدترین است، الله خیلی بدش میبیند، این طلاق میباشد. و اما گاهی می شود که طلاق خودش مستحب است. وقتی شوهر میداند که با این زن، با این همسرش حیات او به گناه کشانیده می شود، زنش زنی هست که به گناه آلوده است و یا زنی هست که به جز تأثیر بد به خانواده شوهر، اگر مثلا شوهر فرزند داشته باشد از زنی پیشترش، مادر داشته باشد، پدر و مادرش، خودش، یا مثلا خدای نکرده دزد باشد، بسیار عروس‌های هم هستند یا خانم‌های هم هستند که به خانه شوهر همچون یک خانه‌دار و امانتدار نه و همچون یک دزد و یک خبرکش می‌درویند که همین که به عائله عروس آمد دیگر عائله سر و به گفته خودمان پای خود را گم میکند. مشکلی خیلی زیاد می شود. مادر، پدر، فرزندان، خویش و تبار از خبرکشی و از دزدی و یعنی از تمام این مصیبت نمیتوانند خلاص شوند. در این وقت البته که مستحب است یا خود ثواب میگیرند مردی که میگوید من باید خود و عائله ام فرزندانم را از دست این زن نجات دهم، یا اینکه برعکس زن به شوهری کرده است، شوهرش همیشه عرق می نوشد یا خود به حرامگردی می رود، به زنا می رود و یا با کارهای مشغول است که مثل قمار و مواد مخدر و چیزهای دیگر. زن هر روز زندگیش به یک گناهکارخانه گفتیم یا به یک حالت تبدیل یافته است که تمام عمر زن باید با همین مشکلی ها، با دزدی شوهر، با زن و زنی، با مشکلی های کلان روبرو شود. در این وقت هم زن اگر گفت من به خاطر الله یا به خاطر حتی این که خودم حیاتم رو نابود نکنم از این مرد جدا می شوم، در این وقت حتی ثواب می گیرد و یا این مندوب است. در این وقت ما می توانیم بگوییم که نه همیشه طلاق رو گناهی کبیره و نه همیشه طلاق جایز است گفته نمی توانیم. گاهی می شود که جایز است، گاهی می شود که حتمی است، گاهی می شود که حرام است که با یک سبب های کوچک ما گوییم نه دیگر من به طلاق اقدام کردم. لیکن مشکلی خیلی بزرگ در جامعه ما ببخشید در آن است که آنگونه که شریعت طلاق را فرموده است و آنگونه که طلاق باید شود مردها آنگونه طلاق نمیدهند. بعد از این واویلا از پی فتوا میدوند، از پی یک عالمی میدوند که به من فتوا دهید من چیکار کنم. حضرت علی میگویند هر مردی که از روی شریعت زنش را طلاق دهد هرگز پشیمان نمی شود. برای آنکه از روی شریعت اگر مرد میخواهد زنش را طلاق دهد او فقط یک بار طلاق میدهد. 3 طلاق را دادم 1000 تا 100 تا نیو طلاق را دادم میگوید یا تو بر من طلاق هستی. با این یک طلاق میافتد و در این وقت اگر شوهر رود و پشیمان شد تا 3 ماه اگر پشیمان شد به یکون نکاح نو میتواند همسرش را برگرداند، برای اون که تا مدت 3 ماه یا عده زن که تا 3 حیض است وی زن در نکاح شوهر باقی میماند چون یک طلاق شد، فقط یک طلاق شد. و اینجا اگر اما یک بار 3 طلاق گوید، یعنی من 3 طلاقت رو دادم گوید یا تو به من 1000 طلاق هستی و از این چیزها، اینجا مشکلی می شود برای اون که در نزد جمهور علما یعنی تمامی 4 مذهب
همین که 3 طلاق را دادم گفت دیگر اینها با هم هرگز یکتا شده نمیتوانند اگرچه مرد پشیمان شود. این در نزد جمهور علما. و کمی بعد در این باره باز وسیع‌تر میفهمیم که آیا یگان فتوای یا یگان دلیلی هست که 3 طلاق یک بارگی یک طلاق افتیدنش ممکن. پس در یک بارگی 3 طلاق دادن، زن را در وقت حیضش طلاق دادن یا در وقت نفاس بودنش طلاق دادن، و یا زن اگر از حیض پاک شد در وقت پاکی زن با او جماع کرده و نمیداند که او حامله است یا نه طلاق دادن، اینها همه اش طلاق‌های بدعتی هست و مرد هم به گناه در اینجا آلوده می شود و هم حتی طلاق می افتد. پس وقتی می خواهد یا مرد می خواهد از روی سنت یا از روی شریعت طلاق دهد، چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به عبدالله ابن عمر یاد داده بودند، باید اول اینکه 3 طلاق هرگز نگوید، 1 طلاق گوید، سپس در وقت زن از حیض پاک بودن طلاق دهد و همان مدت نباید با زن نزدیکی کرده باشد که شاید زن حامله است و در این وقت عده زن درازا میکشد و برای زن در اینجا مشقت است یا ظلم است. برای همین این نمود طلاق ها 3 طلاق را دادم یا از آن زیاد، یا در وقت حیض طلاق دادن، یا در وقت نفاس طلاق دادن، یا در وقت پاکی زن با او نزدیکی کرده طلاق دادن، همه اش طلاق‌های بدعتی هست که انسان گناهگار می شود و اما طلاق واقع می شود، بجز طلاق 3 تا که در این باره کمی بعد صحبت میکنیم. و وقتی گفتیم طلاق چگونه باید باشد و چگونه می شود، خودی کلمه های طلاق هم، طلاقت را دادم تو با من طلاق هستی یا جوابت را دادم، از این چیزها، کلمه یا لفظ طلاق هم در شریعت به 2 تقسیم است که قسمی هست که همین که مرد گفت، شوخی کرده گفت، جدی گفت، در غضب گفت، در آرامی گفت، هیچ فرقی نمیکنه، طلاق می افتد و آنها باید از هم جدا شوند، مگر اینکه 1 طلاق باشد که اگر پشیمان شد باز با هم یکتا شده میتوانند. مثلا تو بر من طلاق هستی، طلاقت رو دادم. لیکن کلمه های دیگر، تو دیگر به من در کار نیستی، تو همسر من نیستی، به خانه پدر و مادرت رو، من با تو زندگی کردن نمیخواهم، اینها رو میگویند کلمه های کنایوی که اگر این رو گفت این طلاق نیست، مگر اینکه شوهر گفت با این گپم من مقصدم طلاق است. یعنی اگر همین نمود مثل طلاق یا به معنای طلاق سخنی رو مرد گفت، حتما از مرد میپرسن که مقصدت طلاق بود یا چیزی دیگر. اگر مرد گفت مقصدم ترساندنی بود یا مقصدم در حقیقت این بود که کمی در خانه اش نشیند، یعنی در خانه پدر و مادرش، یا 1 چند روز از من دور باشد، اینجا طلاق نمی افتد. برای همین حتما باید در وقت طلاق دادن مرد اگر کلمه طلاق شنیده نشود و فقط جوابت رو دادن به خانه مادرت رو از این چیزها باشد، او چی میخواهد این رو باید پرسیم. لیکن گفتیم مشکلی ما در طلاق 3 هست که وقتی مرد به همسرش میگوید من 3 طلاقت را دادم، تو به من 3 طلاق هستی، در اینجا یا طلاق 3 تا می افتد و یا 1 تا. چگونه که گفتیم در نزد جمهور علما این طلاق 3 تا می افتد و بعد از این زن و مرد یگان شانسی با هم یک جا شدن ندارند، مگر اینکه با تقدیر الله زن به یگان نفر شوهر کرد، پس از چند سال آن شوهر مرد یا پس از چند مدت آن شوهر گفت من با این زن زندگی کرده نمیخواهم. اینجا وقتی با تقدیر الله شد، دوم بار باز میتواند به شوهر اولش برگردد. لیکن اگر در یک جایگی 3 طلاق گفت ولیکن مرد بعد از آن خیلی پشیمان است، او گفت من اصلا نمیخواستم گفتن، اما فقط 3 طلاق رو در یک کلمه گفت، گفتیم در نزد جمهور علما این 3 طلاق است، راه برگشت نیست. اما فقط یک روایتی است از بعضی از علمای معاصر حاضره هم به این فتوا میدهند و اینچنین در بعضی از علمای قدما با دلیل حدیث عبدالله ابن عباس که در صحیح مسلم است. عبدالله ابن عباس میگویند در زمان پیامبر هر کسی که در یک بارگی 3 طلاق میگفت یا از آن زیادتر، گویم 1 طلاق می افتید، تا اینکه زمان خلافت حضرت عمر آمد و مردم با طلاق دیگر بازی میکردن، یعنی 1000 طلاق دادم و 100 طلاق دادم و از این چیزها. بعد حضرت عمر گفتند شما رخصتی که الله برای شما داده است آن را برای خود شتابانیده ایستاده اید، از این پس هر کسی که زنش را 3 طلاق گفت یا از آن زیاد گفت دیگر حق بازگشت ندارد. یعنی
با یک بارگی 3 طلاق افتیدن رو میگویند عبدالله ابن عباس در این حدیث مسلم. این در زمان عمر پیدا شد، اما در زمان پیامبر وقتی 3 طلاق میگفت و مرد میگفت من مقصدم 1 طلاق بود، من 3 رو خطا کردم یا نمیخواستم، در این وقت 1 طلاق حسابیده می شود که به این دلیل حدیث دیگر از ابو داود هم میارند که رکانه نام صحابه زنش رو در یک بارگی 3 طلاق میگوید و خیلی خیلی پشیمان می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اگر خیلی پشیمان هستی و میخواهی برگردانی آن 1 طلاق حسابیده می شود. اما جمهور علما از مذهب خودمان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شروع کرده تا تمام مذهب‌های دیگر و جز یک عده کمی علمای پیشتره و الان اما اکثریت علمای معاصر میگویند 3 طلاق اگر گفت و خیلی مرد پشیمان شد که من اصلا 3 طلاق نمیخواستم، چه خیلی برای من نفهمیدم، 1 طلاق حساب کنید. اما بعد از این باز 2 بار دیگر اگر طلاق داد، اینها هیچ شانسی برای یک جا شدن ندارند. پس طلاق 3 بین علما اختلاف است و در این باره دلیل هم وجود دارد. و چیزی دیگر در ما این است که ما میگوییم آیا من شوخی کردم یک باره، یعنی شوخی کردم و چخیل از دهانم طلاق برآمد نمیدانم، با شوخی گفتم، جدی نبودم. در نزد تمام علما شوخی کتی طلاق گفتی با دوستانت مثلا در وقت صحبت کردن یا با همسرت تمام تو رو من طلاق دادم، به من طلاق هستی، طلاق واقع می شود. برای اون که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند 3 جدهن جد و هزلهن جد، النکاح و الطلاق و الرجعه. 3 چیز است که شما به هزل و شوخی گویید هم اون چیز جدی هست، جدی گویید هم اون جدی هست. یکی نکاح، دیگری طلاق، دیگری برگردانیدن همسر. یعنی بعد از 1 طلاق دادن من تو رو برگردانیدم، همون روزی که مرد گفت دیگر همسرش به نزد او برمیگردد. و در این باره پس شرط نیست که من شوخی کردم، من در اینجا هزل کردم گویم، همین که طلاق دادی دیگر طلاق حسابیده می شود. و درباره طلاق های حاضره تلفنی، یکی صحبت میکنند میروند، در درون صحبت یکی مرد میگوید تمام دیگر به گفتی خودمان نسترین مرا ویران کردی، تبم رو خیره کردی، غضبم رو آوردی، تو به من طلاق هستی. بعد از مدت پشیمان می شود. اینجا پشیمانی هیچ سوده ندارد. همین که در تلفن طلاقت رو دادم گفت مرد با آوازش و زن شنید و اینجا انیق زن می داند که این آواز مرد است و اتفاق علمای حاضره معاصر طلاق می افتد و جز 1-2 عالمی درباره تاجیکستان که هر وقت خواستن به فکر خودشون با یگان دلیل نگاه نکرده، با یگان دلیل از پیش خود فتوا می آورند. بعضی فتوا می برارند که زن نباید به مسجد رود، بعضی وقت فتوا می برارند که حتمی هست که هر یک کس به خدمت حربی رود و فتواهایی که به طبع خودشون. اما به خود دلایل و یا به خود شریعت نگاه کنیم، حاضر تلفن ها از همون وکالت یا ولی ها چندین بار قوی تر هستند. در تمام کتاب های فقه، از کتاب مغنی پیدا کرده تا مثلا کتاب های دیگری ابو حنیفه، حتی بدای صنایع دیگر کتاب ها پیدا کرده می توانید که در وقت طلاق دادن حتمی نیست که زن روبرویتان باشد. می شود که زن در دیگر جای، مرد در جای دیگر، و می شود که طلاق را در مکتوب نوشته فرستند و یا یک نفر باوریناک را برای خود وکیل قرار دهند که تو رو به همسرم برسان که او به من طلاق است. و وقت زن میداند که این نفر در حقیقت وکیل یا ولی شوهرش هست، همیشه از نام شوهرش خبر میبرد و کار میکند، اینجا طلاق میافتد. برای همین در شریعت با وکالت طلاق دادن می شود، با کتابه یا نوشتن هم طلاق داده می شود. و میگویند وقتی مغیره همسرشان را طلاق داده بودند، مغیره در شهر یمن بودند و همسرشان در مدینه بودند و طلاق بین آنها افتید. مغیره یک نفر را میگویند برو به همسر من برسان که او بر من طلاق است، و در اینجا همه اتفاق هستند که طلاق افتیده بود. برای همین از راه دور هم می شود طلاق داد. و این چنین در تمام کتاب های فقه هم پیدا کرده می توانیم که اگر زن 100% می داند که این خط شوهرش هست و به دست او پیک آورد و یا خود پوچتلیون گویم خط را داد که گفت شوهرت این خط را داد و زن دید که در آنجا نوشته است تو بر من طلاق هستی، طلاق می افتد. در تمام کتاب فقه این را پیدا می کنیم. اما اینجا 2 چیز است. یکی طلاق از طریق SMS یا خود واتساپ و خط،
دیگری از طریقه آواز. وقتی گفتیم آواز مرد، زن البته آواز شوهرش رو میشناسد و وقتی در تلفن گفت طلاقت رو دادم، طلاق واقع می شود. وابسته به همون مسئله خلافی که گفتیم 3 طلاق رو در یک بارگی گفت. اگر اینجا بین علما اختلاف است، اگر خیلی مرد پشیمان است می توانیم گوییم رخصت است که باز یک جا شوند، اما باید برای مرد این درسی باشد که از این به پس با طلاق بازی نکند. ولیکن اگر زن در تلفن آواز شوهرش رو شنید و شبهه کرد برای اون که از دور بودن مردم از شریعت و از پس شدن اخلاق هم حتی انسانی گویم، بعضی ها برای بین زن و شوهر جدای افتادن یک نمود بازی میکنن. یعنی از نام شوهر تلفن رو میگیرند و به زن تلفن کرده من تو رو طلاقت رو دادم، یا یگان دوست خویش تلفن میزند و از نام شوهر با آواز شوهر مانندی کرده من طلاق دادم میگوید. در این وقت اگر زن شبهه کرد که این آواز شوهرش نیست و به اون مانندی ندارد، حتما باید پیش از اون که من دیگر طلاق شدم گویان دویده رود، حتما باید متأکد شود که آیا این آواز شوهرش هست یا نه و به شوهرش زنگ زده. اگر گفت و شوهر گفت آره من بودم و من طلاق دادم، دیگر 100% بین اینها طلاق می افتد. لیکن مسئله با خط طلاق دادن یا از طریق واتساپ گفتیم ایمو یا تمامی دیگر وسایل اینترنتی طلاق دادن، گاهی می شود که عیناً چگونه که گفتیم یک نفر به خاطر بین این دو نفر جدایی افتادن، مخصوصا اگر مرد 2-3 زن داشته باشد، از نام شوهر خط میفرستن به زن که تو به من طلاق هستی. یا اگر مشکلی بین مثلا اویله و خویش و تباری باشد، یگان خویش و تباری شوهر تلفن رو میگیرد و به زن خط میکند که تو به من طلاق هستی. برای همین نمود شک و شبهه ها دور شدن، اگر از طریقه واتساپ گویم یا رساله های دیگر، خط های دیگر، مکتوبات طلاق آمد، زن تا اون وقتی که متأکد نشود و به شوهرش تلفن کرده نپرسد که طلاق آمد آیا تو مرا طلاق کردی، نباید یک بار دیگر من طلاق شدم گویان و دهشت زده شود. برای اون که چگونه که گفتیم گاهی می شود که از نام شوهر کسی دیگر طلاق می نویسد، یا گاهی می شود که در وقت خط نوشتن چیزی دیگر نوشتنی می شود و یک بار طلاق نوشته می ماند. اینجا حتما باید به خود شوهر برگردیم. اگر شوهر این کار کرد، گفت من ننوشتم یا من نفهمیده نوشته، من ندانستم که اونجا کلمه طلاق رفت، من چیزی دیگر گفتنی بودم، اینجا گپی شوهر است. برای اون که خط کننده شوهر است و خود خط مثل آواز دلیل واضح به طلاق نمی شود و این را می توانیم از صفحه های شورای علمای مسلمان در تمام جهان از جمله ریاض پیدا کنیم که میگویند حتما در وقت خطها از طرف شوهر اومدن باید پیگیری کنید که آیا شوهر نوشت و شوهر دانسته نوشت یا بیخبر رفت. گاهی می شود که بیخبر می شود، گاهی می شود که نفهمیده و گاهی می شود که کسی دیگر. لیکن شوهر گفت آره و رو من نوشتم، تو به من طلاق هستی، دیگر چاره نیست که اینها از هم جدا شوند. و اینجا گاهی می شود که میگویم من طلاق دادم اما خیلی غضبی بودم، راستی گپ من نفهمیدم که من چه خیلی کلمه طلاق گفتم. آیا شخص خیلی به غضب افتیده که در وقت غضب طلاق گفتمان، طلاق او واقع می شود یا واقع نمی شود؟ در این باره عیناً مثل طلاق 3 یا 3 طلاق گفتن بین علما اختلاف است. جمهور علما صاحبان 4 مذهب اتفاق هستند که و غضب در وقت طلاق هیچ نقش ندارد. همین که غضبی هستی، آرام هستی، مشکلی دیگر داری، طلاق گفتی، طلاقت واقع است. مگر اینکه بعضی از نمودهای غضب باشد که انسان مثل دیوانه در وقت غضب هر کاری که کرد و گفت دیگر نفهمد. این نمود رو ما میگیم بیماری، که انسانی مجنون یا بیمار طلاقش طلاق نمیافتد چون وی گفتش رو نمیفهمد. بعضی نمود همین خیلی غضب ها هست که شاید از 1001 تا باشد. مرد بیمار است، چیزی که در وقت غضب گفت نه میداند نه بعدا به خاطرش آورده به تنش میگیرد، میگوید نگفتم من و چندین بار قسم میخورد. انا این نمود را غضب اغلاق میگویند، یعنی غضبی که عقل را کاملا میپوشاند و انسانی سالم نیست، دیگر بیمار است. این گونه طلاق نمی افتد. این در نزد تمام علما چون دیوانه میگویم مثل دیوانه می شود. در این باره حدیث در ابو داود هم هست. حضرت عایشه میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند لا طلاق ولا اتاق فی غلق، هرگز نه طلاق، نه طلاق دادن یا
عتق کردن، آزاد کردن برده در وقت محکم شدن تمام عقل از غضب شدید که انسان گفتش را نمیفهمد وجود ندارد. اما عادی غضب هایی که ما چی میگوییم خیلی خوب درک کرده ایستادیم، بعدا هم پشیمان میشویم و به گردن میگیریم که من این رو گفتم ببخش، این دیگر از آن غضب های بیماری نیست، طلاق واقع می شود. برای همین من در غضب گفتم گویان 1000 بار در عمر طلاق داده بعدا با زندگی کردن، این زندگی حلال نیست. و بعد از شنوندگان عزیز مشکلی در آن است که بسیاری از خواهران میگویند راستی گپ مرا چندین بار شوهرم طلاق کرد اما یک مولای ما را از نو باز نکاح کرد. نکاح بعد از طلاق سیوم اگر شما رو ایشون حتی یک مولای کلان جهان آمده بین شما نکاح خواند هم و نکاح وجود ندارد. همین که شوهر بار سیوم طلاق داد همسرش را، یعنی یک بار طلاق داده بود سپس باز یک بار دیگر طلاق داده بود، یک بار دیگر بار سیوم اگر طلاق داد به دلیل قرآن و سنت دیگر هرگز اینها یکتا شده نمیتوانند. 1100 مولا هم بیاید و بین اینها خطبه نکاح خواند و اگر زن و شوهر راضی باشند، اولیا راضی باشند، تمامی خویش و تبار راضی باشند. اگر خودی همون طلاق از تلفن شده باشد هم، یعنی از طریق SMS یک چند بار طلاق داده باشد یا هر باری که در تلفن صحبت میکنن طلاق داده باشد، برای اون که بعد از سیوم بار اینها یک جا شده نمیتوانند مگر اینکه چگونه که گفتیم به تقدیر الله زن یک بار دیگر شوهر کرده، به تقدیر الله برای حلال کردن نه، به تقدیر الله از آن شوهرش جدا شده باشد. برای همین این مسئله خیلی مسئله جدی است. بعد از طلاق سیوم زندگی کردن و هر فرزندی که از آن زن و شوهر به دنیا می آید آن فرزند هم فرزند شرعی یا حلال نیست و از روی شریعت اگر حکم کنیم آن مرد و آن زن کاملا زیناکار حسابیده می شوند، مگر اینکه طلاق را در یک بارگی 3 تا گفته باشد که یک روایت گفتیم یا یک بعضی از علما میگویند 3 طلاق در یک وقت این یک طلاق میافتد که دلیلش رو هم در بالا گفتیم. و خودی وقتی میگویم در تلفن خیلی زیاد طلاق شده ایستاده است. بسیاری از خواهران میگویند شوهرم در مسافرت است یا شوهرم در کوچه بود یکی جنگی شدیم و مرا طلاق داد. برای همین خواهران عزیز و کل شنوندگان محترم، خواهر و برادران، وقتی میدانید که در تلفن جنگ و جنجال شما زیاد است و علل خصوص خواهرای عزیز میدانید که یگان صحبت در تلفن میکنید غضب شوهر میآید و یک بار طلاق میدهد، سپس خود شما هم گریان میشید و شوهر هم گریان میشود و این چیز 3 بار تکرار شد زندگی شما کاملا نابود می شود. در این وقت ها تا توان اگر می دانیم که شوهری عصبی داریم و یا زنی عصبی زبان دراز داریم در تلفن هم صحبت ها را و خط کردن و چت کردن را هم خیلی کم کنیم تا اینکه این طلاق ها خیلی خیلی زیاد نشود. و برادرانی که خیلی که گفتم به خاطر اینکه از زن خود انتقام گیرن یا مرد بودن خود را نشان دهند همیشه طلاق را دادن به من 3 طلاق است میگویند، پور هستند که بعد از مدت فرزندهای خود را یاد میکنند، درباره احمقی خود فکر میکنند، سپس میگویند کاش یک فتوای باشد، یک به گفته عرف مردمی روایتی باشد که من باز با همسر خود یک جای شوم. ولی برای انتقام گرفتن و یا تعذیب زن کلمه طلاق در اینجا گناه است و هر کسی که به یگان مشکلی 3 طلاق را دادم و از این چیزها میگوید خیلی گناهگار است، برای اون که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی مرد در زمان پیامبر به یک بارگی زنش را 3 طلاق میدهد پیامبر میگویند ایول ابو بکتاب الله و انا بین اظهرکم، آیا شمایان با کتاب الله با قرآن بازی میکنید در حالی که من زنده بین شما هستم؟ اگر میخواهید زنی خود را طلاق دهید 1 طلاق دهید و بعد از 1 طلاق دادن شما هرگز پشیمان نمیشوید. اگر 3 ماه گذشت بعد از 1 طلاق دادن 3 ماه یا 3 حیض زن گذشت، بعد از این شما پشیمان شدید یا در داخل همان پشیمان شدید به مشکل زنتان را برمیگردانید. اما بعد از اینکه شما 3 طلاق دادید در نزد جمهور علما خیلی که گفتیم و با اجتهاد عمر خطاب رضی الله عنه دیگر شما هیچ راهی ندارید که برگردانید بجز یک روایت یا فتوای دلیل از حدیث عبدالله ابن عباس. ولیکن اگر 1 طلاق گفتید یا 2 طلاق گفتید و از بین 3 ماه گذشت 4 ماه گذشت شما
زنتون رو برنگردانیدید، یگان خیلی با هم مصلحت هم نکردید، قهر دوام دادید، لیکن بعد از 4 ماه یا 3 ماه یکی پشیمان شدید که نه من باید زندگیم رو از نو گیرم، این الکی طلاق با این میگوییم ما طلاقی است که خیلی قوی است. در این وقت یعنی پس از 1 طلاق یا 2 طلاق یا 1 بارند 3 طلاق گفتن در نزد بعضی علما، اگر 3 ماه زیادی گذرد، زن 3 بار حیض شود و از آن پاک شود، در این وقت تا مادامی که زن رو راضگی نمیدهد، پدر و برادر یا ولی زن راضگی نمیدهد، هرگز مرد نمیتواند بگوید تو همسری من هستی. همسری تو زمانی می شود که بعد از طلاق هنوز 3 حیض یا 3 ماه نگذشته باشد. همین که 3 ماه گذشت، اگر تو 1 طلاق گفته باشی هم، ببخشید 1 طلاق گفته باشی هم، دیگر بین شما کاملا جدایی افتاد. نباید به رضایت زن و پدر زن و مهر نو و نکاح نو اون زن را برگردانی. اما یک عادت یا خود یک عرف عجیبی خلاف شرعی در ما هست که پس از 1 طلاق دادن هم، مثلا امروز یک مرد به زنش گفت من طلاقت را دادم، تو بر من طلاق هستی، فردا پشیمان می شود و فردا حتما یک مولا رو می آورند که باید اینها را نکاح کند، ولیکن این گونه نکاح وجود ندارد. همین که شما 1 طلاق همسری من هستی، به نزد من بیا یا من تو را برگردانیدم، زن حق ندارد نه با همین ما جدا شدیم گوید، برای اینکه در این مدت هم زن در عصمت یا در زیر نکاح زنش شوهرش ببخشید باقی است. اما همین که 3 ماه گذشت تمام، زن باید به خانه پدر و مادرش رود یا در خانه که با شوهرش زندگی میکند از هم کاملا جدا باشن، اینها با هم طلاق میافتد و اگر برگشتنی خواست، چون این 1 طلاق بود یا 2 طلاق بود، اینها از نو نکاحی نو میکنند. ولیکن به هر حال چی هم که باشد، چه خیلی که حضرت علی میگویند از روی شریعت اگر مردها طلاق دهند آن گونه پشیمان نمیشوند و برای فتوا گفتن و روایت گفتن هیچ مجالی نمیماند، برای آنکه زن و شوهر هر وقتی که خواستند باز میتوانند با هم یک جا شوند. اما خلاف شریعت وقتی 3 طلاق دادن، 1 بارگی یا 1000 طلاق دادن یا چیز دیگر، در این وقت اینها دیگر هرگز یکتا شده نمیتوانند و 1001 نکاح به آنها خوانده شود هم نمی شود، بجز یک روایتی که گفتیم بعضی از علما به این اجازه میدهند که شوهر اگر خیلی خیلی پشیمان شد، این طلاق یا خود این 3 طلاق به 1 بار گفتگی را 1 طلاق حساب میکنیم، با همان حدیث ابو داود و حدیثی در مسلم آمده که عبدالله ابن عمر عبدالله ابن عباس گفته بودند. و اینجا یک چیز دیگری خیلی مشکلی دیگر هم هست که با همین اشاره میکنم، سپس به قسم سوال ها میگذاریم. عزیزان، طلاق انسانی مست سرخوشه که در حالت مستی زنش رو طلاق داد، در حالت مستی طلاق داده آیا طلاقش واقع می شود یا نه؟ چگونه ای که می دانیم انسانی که مست است و چی می گوید نمی داند، ولیکن یگانه در مذهب امام احمد رحمت الله علیه و بعضی از علمای دیگر می گویند انسان مست اگرچه گناهکار است و حتما باید جزایش را ببیند، ولیکن طلاق او طلاق نمی شود، برای اینکه او چی میگوید نمی داند. و این را خود الله در قرآن میگوید که شما وقتی مست هستید به نماز نزدیکی نکنید، چون شما چی میگوید نمی فهمید. برای همین در نزد مذهب امام احمد انسانی که در مستی طلاق داد طلاقش واقع نیست، اما جمهور علما، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی، امام مالک و علمای دیگر میگویند نه، انسانی مست آن مستیش رو خودش عرق خورد و سبب این گناهش خودش بود، طلاقش طلاق افتیدن میگیرد. او طلاق داد یا دزدی کرد باید برگرداند، دستش بریده شود، کسی را در مستی کش قصاص شود و طلاق داد طلاقش می افتد. اما انسانی که به دست خودش نبود، او را مجبور کرده مست کردن یا با او شاید که یگان نمود داروهای دادن که برای سلامتیش بود و گپی گفتش رو نفهمید، در این وقت او هرگز طلاقش نمی افتد. و این چنین عزیزان حالتهای هست که 1 نفر رو مجبور میکنن، 1 چند نفر میآیند و میگویند زنم به من طلاق گو، یعنی اینجا اکراه هست و در شریعت هرگز هر چیزی که از روی اجباری اکراهی مجبوری میشود واقع نمیشود. برای همین هر کسی که به زوری او را زدند و زیر شکنجه قرار دادند و گفتند طلاق بگو، در این وقت اگر او طلاق داده باشد هم 3 طلاق داده باشد هم طلاقش واقع نیست، برای اون که از روی اجباری بود
بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر چیزی که از روی اکراه امت من مجبور شده گفت یا کرد، رفیع القلم، از آن قلم برداشته شده است و برایش هیچ گناهی وجود ندارد. و عیناً همین خیل طلاق های فراموشی بخبر ببخشید از روی فراموشی نفهمیده یا نخواسته کلمه طلاق از دهان برآمد و شما میگید من تماما فراموشی برآمد، از ذلت لسان یا زبانم لغزش خورد، چون هیچ در اینجا قصدتون هم نبود، غضبی هم نبودید، این چیز فراموشن بخبر از دهان برآمد و هیچ اساسی ندارد. طلاق جدا یا شوخی باشد هم کاملا شما دیده و دانسته کلماتون رو گفته ایستادید و اینجا طلاق واقع می شود. و الان شروع میکنیم به قسم سوال ها. سوال اول: سلام علیکم، میخواهم شنوم که اگر زن از شوی اول جدا نشد با دیگر شو برود چه گناهی اگرچه طلاق نداشته باشی؟ اینجا علیکم السلام. پیش از همه یک مشکلی یا مصیبت دیگر در تاجیکستان. این سوال یکم بار نه پیشتر هم در خود رقم شخصی من آمده بود. بعضی از زنها چقدر مردم از شریعت دور هستند و به گناه آمیخته هستند. بعضی از خواهرها در حالی که در نکاح شوهر خودشان هستند و شوهرشان در روسیه و یا مسافرت هست به نکاح مرد دیگر می در آمدند و این کاملا زنا هست و حتما باید از روی شریعت اگر حکم کنیم اینها رجم کرده می شوند، تا مرد سنگسار می شوند، برای اون که تا زمانی که تو در نکاح شوهرت هستی و شوهرت تو رو طلاق نداد و این چونین خودت طلب جدایی نکردی و حتی حکم سودیه نیست که تو از او جدا هستی، هزارو چند نفر به تو فتوا دهند که تو میتوانی با نکاحی نو ازدواج کنی، این نکاح وجود ندارد و این زن زناکار است و همون نفری که اینها رو مثلا نکاح خوانده است او هم گناهگار است و این گناه شریک است. و این چونین همون مردی که مرد دومی که یک زنی در نکاح دیگر بوده و از شوی اولش یا شوهر اولش جدا نشده رو به زنی میگیرد او هم زناکار است. این کاملا زنا حسابیده می شود. اگر زن میخواهد به نفر دیگر شوهر کند حتما باید از شوهرش طلاق گیرد، بعد از آن طلاق عده انتظار شود. عده زنی که حیض میبیند 3 بار حیض دیدن است، زنی که حیض نمیبیند 3 ماه کامل است. 3 ماه کامل یا 3 حیض کامل انتظار می شود. همین که پاک شد با رضایت خودش، با رضایت ولیش یعنی پدرش یا برادرش که ولی زن هستند، سپس با مرد دیگر نکاح می بندد. اینجا یک خواهر به نزدیکی عیناً مثل همین سوال داده بود، میگوید نه ما رو یک نفر نکاح کرد، راستی گپ 3 سال است که من شوهرم رو ندیدم، سپس من از پیش خود یک مرد دیگر به من خواستگار شد که 3 سال بود شوهرت در اینجا نیست، ما با هم نکاح کردیم. و این نکاح یگان اساسی ندارد. تو در اسمت یا خود نکاح شوهر اولت هستی مگر آنکه آن شوهر اول طلاق را کاملا با تلفن فرستاده باشد. و چیزی که گفته ایستادید سوالی آمده، بدانید که این دویم باره کاری که کرده ایستادن زنا است. فرزندی که از مرد دویمی که با او ازدواج کرد از نکاح اول نبر آمده فرزندی شرعی حسابیده نمی شود، فرزندی که از زنا تولد شده است. سوال دیگر: آیا زن حق دارد شوهر خودش را طلاق دهد؟ در شریعت طلاق به دست مرد است، لیکن برای زن الله حق خلع را داده است. معنای خلع این است که اگر زن دیگر شوهرش را دوست نمی دارد، می خواهد از شوهرش جدا شود، در این وقت همراه شوهرش اتفاق می کند که مهری که به من دادی، که در تاجیکستان این چیز نیست، بدانید که در تاجیکستان تقریبا مهر وجود ندارد، در حالی که یکی از اساسیات شریعت و فقه و نکاح این مهر است. زن میگوید مهری که به من دادی من به تو میدهم و تو مرا طلاق ده، که این گونه مسئله در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم شده بود و زن وقتی به شوهر به نزد پیامبر شکایت میکند، پیامبر میگویند واقعی که همچون مهر گرفته بودی از شوهرت به او برگردان و بین شما طلاق میشود، شوهر خواهد، یعنی طلاقش را زن میخرد. لیکن اگر شوهر باشد که خیلی ظلم کند، از روی مثلا گناه‌های مثل مواد مخدر و زنا و کارهای دیگر، یا شوهری باشد که عموما به زن نگاه نکند، نه از روی مثلا
مهیا کردن شرایط مالی نه از حق شوهری، در این وقت زن می رود و به قاضی یا به سودیه شکایت می کند که بین من و بین این شوهرم یک حکم می کند و قاضی در این وقت شوهر را مجبور می کند یا حقوقش را انجام دهد یا زنش را طلاق دهد. ولیکن عادی زن گفت من مردم رو شوهرم رو دوست نمیدارم، من نمیتونم با این زندگی کنم، با شوهرش اتفاق میکند که مرا خلع کن، یعنی من به تو پول میدهم یا مهر رو برمیگردونم، تو مرا طلاق میدهی. و سوال دیگر، یک مرد اگر 4 زن داشته باشد خواهد که زنی پنجم گیرد چیکار میکند؟ یکی از زنش رو باید طلاق دهد، طلاق دادن نخواهد چیکار میکند؟ طلاق دادن نخواهد صبر میکند، طلاق دادن نخواهد صبر میکند، برای اینکه از 4 زن زیاد گرفتن برای مرد مسلمان حرام است. در این وقت طلاق هم نمیدهد و با 4 زن خود کفایه میکند که این کار خیلی آسان است و علل خصوص در شرایط حاضره که یگان مرد خیلی از 4 زن گرفتن خرسند نیست، در حالی که 4 زن دارم و فخر کردن در درونش قدر مشکلی و مصیبت های زیاد است. سوال دیگر، شوهرم قریب 2 سال گم شد، مادر شوهرم به جوره هایش خواهش کرد که پسرش را یابند. شوهرم یافت شد، رقم تلفنش را یافتیم، با خرسندی زنگ زنم، گفت که من زن گرفتگیم، تو طلاقی. من 2 سال در خانه خوشتامنم، راه او را پاییدم، یک فرزند دارم. یگان اکنون زنگ میزند، فرزندش را میپرسد، از من نمیپرسد، اما به من برای فرزندش پول میفرستد، مناسبتی نقض میکند. من امیدوار شوم یا حق شوهر کردن دارم، گاه به شوهر نیاز داشتنم را احساس میکنم. البته که خواهری که فقط یک فرزند دارید و چندین سال شوهرتون را ندیدید، این امر طبیعی است. اگر بعد از همان یک طلاق دادن یا تو به من طلاق گفتن الکی 3 ماه یا خود 3 بار حیض شد و تمام شد، 3 ماه کمی زیادتر گذشت، شوهرتون در این مدت یگان بار به شما من با تو باز زندگی کردنی هستم، میخواهم که باز یک جا شویم نگفت، البته که شما الان الکی بین شما و شوهرتون طلاق افتیدگی هست، شما میتوانید دیگر شوهر کنید، میتوانید اگر شوهرتون باز در آینده خواهد با او برگردید، اما با نکاح نو، مهر نو، رضاگی خودتون و رضاگی پدرتون. لیکن از همون روزی که خیلی که گفتم تو طلاق گفت، اگر 3 ماه الکی کاملا گذشت، 3 بار حیض شدید و پاک شدید، بین شما طلاق پر است و شما دیگر میتوانید آزاد هستید شوهر کنید. و اینجا البته که وقتی شوهرتون زنگ میزند و از فرزندش میپرسد و پول میفرستد، این حق پدری هست. بعد از طلاق دادن اگرچه نگاه و بین فرزند به دست مادر باشد، تا زمانی که شوهر نکرد، خوراندن و پوشانیدن کودک کاملا به بالای شوهر است، ببخشید پدر است که حتما باید نگاه کند. و اگرچه طلاق باشد هم در مسئله های پول و نگاه و بین میتوانید با آن شوهر پیشترتون الکی صحبت کنید. و سوال دیگر، خواهر مبینه میپرسد، سلام، اگر شوهر به زن به اولادشین کلمه را رساند، به زن چی می شود؟ به اولادش این کلمه را رساند، یعنی اگر شوهر به زنش من تو را طلاق دادم نیو، به فرزند اولادش گفته خیش و تبار رو در نظر دارن، به فکرم این کلمه را رساند چی می شود؟ پیش از همه وقتی که در شریعت یگان نفر به شما خبر میکشاند، حتما باید تبیین کنیم، کفت و کف کنیم که این حقیقت دارد یا نه. اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، میگوید الله. وقتی که فاسق یا نفری که از دین اونقدر خبردار نیست به شما یگان خبری رو آورد، اول بدونید که این چیز حقیقت دارد یا نه. اولاد شوهر شما اگر به شما گفتن که شوهرت تو را طلاق داد، اگر به آنها 100% باور داشته باشید که من میگویم باور نکنید، برای آنکه این مسئله الکی مشکوک است، برای آنکه کشمکشی بدبینی بین خویش و تبار شوهر و عروس زیاد می شود، حتما باور نکنید و از شوهرتون پرسید. اگر شوهرتون به کله‌اش نگرفت و یگان شاهد صادق نداره، طلاق افتیدگی نیست. لیکن شوهر اگر در نزد همان خویش و تبارش گفت آره من به اینها گفته بودم، دیگر طلاق می افتد. برای اینکه چگونه که گفتیم در وقت طلاق دادن حتمی نیست که زن در نزدت باشد. از دیگر شهر هم اگر به گواه یا 2-3 نفری در اطرافت بوده که آنها هم زن و هم شوهر رو میشناسند، اگر شوهر گفت من زنم رو طلاق دادم، همون طلاق واقع می شود. لیکن شما برای این خبر رو کاملا
تحقیق کردن حتما از شوهر بپرسید که آیا همین گپ رو گفتی یا نه. اگر گفت من نگفتم و آنها دروغ میگویند، گپی شوهر است. سوال دیگر: اگر طلاق داد و پشیمان شد جایز است که باز همخانه شوند؟ اگر بار یکم طلاق داده باشد یا بار دوم طلاق داده باشد، اینها می توانند که باز از نو زندگی کنند، هیچ مشکل ندارد. اما بار سوم طلاق داده باشد، هرگز برای اینها یک جای زندگی کردن جایز نیست، مگر اینکه به تقدیر الله زن به یگان نفر شوهر کرد و پس از چند سال مدت آن شوهر مرد یا باز از او جدا شد و در این وقت باز به شوهر اولش میتواند برگردد. پس از طلاق یکم یا دوم بار طلاق دادن، اگر پشیمان شد اینها یکجا شده میتوانند. سوال دیگر: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهر اپش من مجبور کرد شوهرش یک طلاق کرد. زنش با میخواهند نکاح کنند. زن پشیمان شده است. خواهر اپش جوابش میگفتید. راستی گپ خواهر اپش چند بار گفتید به سوال آمیخته شد. من بدون خواهر اپش یک بار میخوانم سواله. زن مجبور کرد شوهرش یک طلاق کرد زنش. باز میخواهند نکاح کنند و زن پشیمان شده است. اگر یک طلاق باشد البته که پشیمان که شدن اینها میتوانند با هم زندگی کنند و اگر از بین 3 ماه نگذشته باشد یا زن 3 بار حیض شده پاک نشده باشد که عده میگویند، نکاح شرط نیست، اینها باز یکجا زندگی میکنند. خواهر و برادران عزیز، اینجا یک سوء الفهم یا فهمی خاطئ در شریعت است که گمان میکنیم 3 ماه نگذشته باشد همین که کلمه طلاق برآمد حتما باید از نو نکاح کنیم، یک مولای آید خطبه نکاح خواند. این خیر نیست. همین که بعد از یکم طلاق یا دوم طلاق یا 3 طلاق در یک بار گفت در نزد بعضی از علما 3 ماه نگذشته است از بین، یعنی یک عده کاملا نگذشته است، به یگان نکاح نو اینها یک جای زندگی کرده میتوانند. ولیکن سوال کننده عزیز، خواهر عزیز، همین رو بدانید که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر زنی که به سبب، یعنی به سبب های جدی از شوهرش طلاق میپرسد حتی بوی جنت را نمیبیند. برای همین نباید هیچ یک خواهر شوهرش را مجبور کند که مرا طلاق بده، مگر اینکه دیگر حیاتش به سرش زد و شوهر خیلی بد اخلاق است و خیلی انسانی بد است و نمیتواند. اینجا میتواند برای رفع ظلم و خودش را نجات دادن طلاق پرسد. لیکن به سبب های جنگ و جنجال های عادی، خریدن کورت، جنگ و جنجال های خشتومن و کلین، زندگی خودتان را مرا طلاق ده گفته ویران نکنید که هر دو هم پس از مدت پشیمان میشوند و شاید که تا همین روز عزیزان یگان جفتی از هم جدا شده رو ندیده ایم که اونها به خرسندی گویند الحمدلله جدا شدم. همه در کنج قلبشان یک پشیمانی وجود دارد و امیدوار هستم که فهمیده باشید. اپا جان، سوال دیگر: خواهر جان، من از موضوع گذشته سوال دارم، چون که من سوال دادم جوابش را نگرفتم. سوال چنین است: آیا نفری میتواند گرده‌اش را با کسی دیگر بفروشد یا اینکه به پول بدهد؟ تشکر. اولا سوال کننده عزیز، شاید در برنامه گذشته وقتی ما نرسید که به سوال شما جواب دهیم، برای اینکه همین که وقت تمام می شود دیگر ما به سوال ها جواب داده نمیتوانیم. به هر حال معذرت میپرسم. لیکن درباره گرده و یا نقل اعضا از نفر به نفر دیگر اعضا را گذرانیدن، در شریعت این موضوع یکی از موضوعهای مستجد است یا گفتیم زمانوی هست که در این باره علمای معاصر به چنین خلاصه رسیدگی هستند. من ملخصا میگویم هر عضو بدن انسان اگر از آن جزءش را یا یک تاش را دهید و خودتان زنده مانید، اگرچه کمی بیمار شوید هم جایز است. مثلا یک پاره جگر خود را، یک تای گرده خود را، یا اینکه مثلا یگان قسمی از پوست خود را به یک نفر میدهید، سلامتی شما کاملا خوب میموند، اگرچه کمی نقصی میکشید. این جایز است برای آنکه این کمک کردن به خواهر و برادر دیگری مسلمان است یا به خویش و تبار خود، علل خصوص نجات دادن جان دیگر که و من احیا الناس فکأنما احیا الناس جمیعا. لیکن آیت رو الان خطا نخوانم، در خاطرم درست نیست. الله در کتابش میگوید هر کسی که برای زنده ماندن یک نفر سبب شد گویا که تمام مردم را او زنده کرده است. برای همین دادن گرده شما به یگان نفر همچون هدیه جایز است، ولیکن فروختنش جایز نیست، برای اون که این کرامت انسان یا خود
اون چیزی که الله احترامی که برای انسان داده است از بین می رود. لیکن شما به یک نفر گردهتان رو دادید نفروختید، اون نفر گفت من قدردانی میکنم. پیامبر صلی الله علیه و آله میگن چه خیلی که مردم به شما نیکی کردن شما هم نیکی کنید. او قدردانی کرد و به شما پول داد، حق حلالتان است میگیرید. لیکن نرخ مونده گرده رو فروختن، نرخ مونده قسمی از جگر رو فروختن در این وقت جایز نیست. برای همین اگر نفروختید و هدیه دادید و اون طرف به شما پول داد همچون قدردانی، این چیز جایز است. و هر عضوی بدنی که اگر اون رو داد انسان جانش رو ندهد و زندگیش رو دوام داده تواند در شریعت جایز می باشد. سوال دیگر: زن اگر ظالم باشد و 3-4 فرزند دارد، آیا به خاطر فرزندان گفته عمر را با یک زن بد گذرانیدن لازم است یا باید طلاق داد، یا که طلاق نداده زن دیگر گرفت؟ از همه پایانش یا خود وریانت آخر خیلی خوب است. برای اون که در حقیقت برای بعضی از مردها، بعضی از برادران خیلی حالت وضمی می شود اگر با یک زنی ظالم زندگی میکنند. زنی که خودپسند است یا زبانی دراز دارد، نه به پول شوهر می سوزد، نه به مهنت شوهر می سوزد، نه شوهر رو احترام می کند، نه خاندان شوهر رو احترام می کند. اساسا مقصدش خودش است، یا گفتیم خود پرست، اگویست میگن یا خود بین که فقط خودش هست، من هست. و زن یا خود شوهر از این زن به جز بسیار پول رسخود کردن یا به هر کجا صرف خراجات کردن و این چونین غیبت خواهر و مادر و برادرانش و این چونین شکایت های بردوام چیزی دیگری ندیده است. البته زنی بد اخلاق است. شما می توانید طلاق دهید، ولیکن اینجا 4 فرزند است که میگوید اگر این را طلاق دادم این 3-4 فرزند چی می شود؟ به خاطر فرزندان شما می توانید اگر گفتید من با این زندگی کردن نمیتوانم یا صلح کنید. در شریعت صلح هم وجود دارد. صلح این است که من به فرزندانم نگاه میکنم، تو همسر من هستی، من به تو هم نگاه میکنم، اما همچون زن و شوهر با تو زندگی نمیکنم و من یک زن دیگر میگیرم. اگر گفتید نه زن اونقدر بد اخلاق است که زن دوم رو شنید خودش رو نابود میکند، میتوانید پنهانی زن گرفتن، برای اینکه پنهانی زن گرفتن جایز است. و اینجا خواهران عزیز مبادا بنده رو اشتباه نفهمید، برای اون که در حقیقت زنهایی هستند که مرد بیچاره بجز ظلم از او چیزی دیگری ندیده است. مرد کاری میکند، شب و روز کار میکند، تمام مشقت دنیا را به بالایش گرفته است که یک عائله خوب داشته باشد، اما بجز خراجات پول، جنگ و جنجال بین شوهر و خویش و تبارش، بجز این ندارم و اون ندارم شکایت چیزی دیگری نمیشنود که هم از اخلاق شریعت دور است، هم انسانی بد است. در این وقت البته که شوهر میتواند زنی دیگر گیرد و یا حتی با فرزندان خود صحبت کرده گوید بچه ها من به شما نگاه میکنم ولیکن دیگر با این زن یعنی با مادر شما دوام نمیدهم. و اینجا هرگز گناه نیست برای مرد یا زن دوم گیرد یا حتی از این گونه زن جدا شود، ولیکن البته که مصلحتی عائله یا خود فرزندان بیچاره رو اگر شما پیشگیری کردید و اول آنها رو فکر کردید این خیلی خوب است و آینده هم خود فرزندها از شما خیلی منتدار میشوند. سوال دیگر: السلام علیکم اپا جان، یک زن میخواهد شوهر کند. شوهر اولش 4 سال جدا شدگی لیکن جواب زن رو نداد. به خاطر زن شوهر نکند گفته جوابش را نمیتید، لیکن مرد مقصد زندگی ندارد. علیکم السلام و رحمت الله. چه مرد ظالمی که این گونه حالتها خیلی زیاد می شود، این وقت مجبورش میکنن شوهر را خویش و تبار زن، البته که این زن خواهر دارد، برادر دارد، پدر و مادر دارد، خویش و تبار دارد، خویش و تبارش اون مرد رو میگیرن و حتی به ضرب و شتم باشد هم مجبورش میکنن که طلاق دهد. اگر حکومت از روی شریعت کار میکرد که کاش از روی شریعت کار میکرد و این ظلم ها برداشته میشد، اگر از روی شریعت کار کند این گونه مردها رو قاضی یا خودسودیه حتی زندانی میکند که زن رو از یعنی و طلاق ده، مجبورش میکند. در این وقت وی ناچار است یا زندان شود یا طلاق دهد که طلاق میدهد، چون حکومت ما یا خود از روی شریعت این چیزها وجود ندارد. بگذار خویش و تبار این رو حل کنند، یعنی مرد رو قپیده مجبورش کنند که زند رو الان طلاق ده تا که این زنی بیچاره
از پی زندگیش شود و در اسارت این مرد نماند. ولی هرگز نمیگویم که نه، شوهر کردن گیرد، 4 سال که جدا باشن اینها زن و شوهر نیستن. حتما باید برای رفع کل شبهات کلمه طلاق از زبان این مرد ظالم شنیده شود که این را خویشاوندان باید انجام دهند. سوال دیگر، اگر زن و شوهر 6 سال با هم زندگی نکنند، یگان نفقه مرد به زن نرسیده باشد، آیا آن زن می تواند طلاق نگرفته شوهر کند؟ هرگز تا زمانی که قاضی بین اینها یا سودیه بین اینها طلاق کاغذ نکرد و خود زن از یگان نفر کلمه طلاق شوهرش را نشنید، این زن نمیتواند شوهر کند. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اگر شوهر حتی 120 سال دور شود هم، اگر زن به قاضی شکایت نکند، در نکاح همان شوهرش باقی میماند. برای همین این زن حق ندارد که شوهر کند و حتما باید در آن میتوانیم، یعنی تلفن وجود دارد و همه یکدیگری رو میشناسند، شوهرش رو پیدا کند و با یک تلفن گوید که طلاقم رو ده، 6 سال شد من میخوام شوهر کنم. البته که در این وقت غیرت یا رشک مردی تاجیک نمی بردارد، البته میگه شوهر کردنی هستی، طلاقت رو دادم. یا خویش و تبارش چند نفر رو برای خود وکیل گیرد که بروید شوهری مرا پیدا کنید، از او پرسید که چی میخواهد که 6 سال نفقه نکرد، مرا طلاق دهد. لیکن طلاق نشنیده، امضا نشده نمیتواند و کسی دیگر به شوهر برآید. سوال دیگر، مردی که 1 سال با زنش یکجا نیست و به واسطه تلفن طلاقش دهد، این زن باید 3 ماه پس به شوهر برآید؟ اگر خواست، اینجا سوال دهنده عزیز، اگر زن خواست به شوهر میبراید باید وجود ندارد. یعنی مسئله به شوهر برآمدن و یا زن گرفتن هرگز فرض و واجب یا حتمی نیست. اگر خواست شوهر میکنن، نخواهد نه. اگر از طریق تلفن طلاق داده باشد، زن شنیده باشد، وقتی عده زن میگذرد 3 ماه یا همان 3 حیض، زن اختیار دارد که با مرد دیگر شوهر کند یا که دیگر آزاد زندگی کند و اگر مبادای این یک طلاق باشد در تلفن، باز با همان شوهر خودش اگر خواستند با نکاح نو یکجا می شوند، چون در این وقت 3 ماه از بین گذشت. سوال دیگر، مردی که زنش را طلاق نمی دهد اما با زنش مناسبت نمی کند، می بیاید فرزندانش را خبر گرفته می رود، بیشتری وقت در خانه پدر و مادرش شب و روزش را می گذراند، زن باید چی کار کند؟ البته که در این وقت زن طلاق خودش را طلب کند یا صبر کند، این گونه زندگی هم می شود. عزیزان، وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم ام المؤمنین سوده رضی الله عنها را گرفته بودند، سوده پیرزن بودند، یعنی الکی سن سالشان بالا بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم پس از مدتی میخواهند از سوده جدا شوند، برای اینکه سن سال زن الکی بالا بوده، دیگر بعضی میشود که مرد خود از خود نمیخواهد به زنک نزدیکی کند. سوده میگویند پیامبر الله، من در نام شما همچون همسر باقی میمانم، مرا طلاق ندهید و جای اینکه به نزد من بیاید شما به نزد حضرت عایشه روید. پیامبر این را قبول میکنند و همین باشد هم نفقه سوده، نگاه و بین، تامینات شرایط سوده به دوش پیامبرمون بود. اینجا این خواهری که شوهرش بعضن به نزدش می آید و می رود، اگر قبول کرد که من همین خیلی زندگی میکنم، بگذار در نام شوهرم یعنی همچون زن بمانم و فرزندهایم را نگاه و بین کند، حق دارد. نگفت من این خیلی زندگی را نمیخواهم، البته که طلاق میپرسد و اگر شوهرش طلاق نمیده هم گفت، حتما باید حتی به همون سودیه های غیر اسلامی باشد هم شکایت کند که من هیچ در آنها خیر نمیبینم. بهترش خویش و تبار خودش، پدر و برادر و خویش و تبارش رو به میان آورند که آنها مرد رو شنانیده مردانه صحبت کنند که تو طلاق میخواهی یا زندگیت رو بردوام دادن. در این وقت مرد باید یکی از قرارها رو حتما انتخاب کند که در این وقت این معلق است، نه زنی تو، نه زن بودنش یعنی تعیین است، نه زن نبودنش. در این وقت خواهر جان یا نفری که در همین حالت گرفتار هستید، 2 راه دارید. یکی اینکه از خویش و تبار خودتان یا خودتان میخواهید که مرد یک طرفه کند یا طلاق دهد یا به زندگی معمولی برگردد، یا اینکه میگید من صبر میکنم همین خیلی زندگی را دوام میکنم. و امیدوار هستم که فهمیده باشید. سوال دیگر، مردی که 4 ماه دور شود از زنش حق دارد که دیگه شوهر کند؟ سبحان الله.
من چندین بار گفتم که اگر 100 سال دور باشد هم زن پیش از آن که طلاق نشنود یا قاضی بین آنها حکم طلاق را صادر نکند هرگز نمیتواند شوهر کند و قاضی مسلمان باشد. سودیه های عادی که با قانون های خودشان نوشته طلاق صادر میکنند و طلاق حسابیده نمیشود. هرگز پس از 4 ماه نمیتواند شوهر کند مگر اینکه با گوش خودش شنید یا یک نفر خویش و تبارش را فرستاد از مرد طلاق آن زن را گرفت. سوال دیگر، طلاق 3/1 می افتد چون یک نکاح بریده می شود و نه 3 نکاح. اصلا 3 نکاح نبوده تا 3 طلاق صورت گیرد. لطفا اسلام را خشین معرفی نکنید. نمیدونم تا کجا خشین معرفی کردم، اما من از پیش خودم 3 طلاق نگفته ایستادم. سوال کننده عزیز، برای اون که 3 طلاقی که گفتم اینجا در تمام مذهب ها و قول عمر خطاب است. میتوانید از باب نکاح در کتاب فتح الباری و حتی در همین در زیر آیت های طلاق از بقره و از سوره طلاق در تمام تفسیرها از ابن کثیر شروع کرده تا طبری بخونید که چی میگویند و این 3 طلاق و 3 نکاحی که منطقاً اینجا آورده هستید هیچ ربط به خشینی و معرفی من ندارد. سوال دیگر، آیا به خاطر افشای سر خانه طلاق دادن جایز است؟ اینجا یک افشای سر خانه عزیزان نباید به خاطر بعضی چیزهایی که همدیگر را بخشیده میتوانیم به طلاق راه دهیم. برای همین گاهی می شود که خواه و ناخواه زن که مایان بخشی زیاد زبانمون رو کنترل کردن برای ما زنها خیلی دشوار است، برعکس مردها که میتوانند یک سر را سالها پنهان دارند. ما همین روز شنیدیم حتما باید حداقل به سایه خودمون از آن سر نقل کنیم. زن میتواند یعنی زبان خودش را کنترل کرده نتواند. برای همین برای افشای سر من خودم توصیه میکنم که همدیگر را ببخشید تا که خانواده شما ویران نشود، ولیکن برای زن حتما باید تنبیه داده شود که این اولین بار است. بار دیگر این گناه یا این خطا است که عائله را سرش را به مردم افشا کرده به طلاق میرود. سوال دیگر، شورای علما طلاق دادن با تلفن را منع کرده است. آیا در این حالت طلاق توسط تلفن صورت گیرد مگر طلاق می افتد؟ من شورای علمای درباره تاجیکستان را بخش زیاد یگان فتوایشان را خودم شخصا به اینوبت نمیگیرم. اول اینکه برای آنکه شاید که اون چیزی که میگویند با همون یک چند دپوتات هایی که عموما از شریعت بخبر هستند نشینند و با هم صحبت کنند. دوم اینکه اساسا شورای علمای درباره تاجیکستان از شریعت نه بر رضاگی بالا می‌نگرند. پیشوا هر چی که راضی هست همان فتوا صادر می شود. سوم این است که بجز شورای علما ما شریعت خودمان همیشه بالا هست و شورای علما اکثریت سخنهایشان از جمله فتوای زن به مسجد نرفتن تا 18 ساله به مسجد نرفتن کاملا ضد شریعت است. اینجا طلاق از طریق تلفن می افتد و این را می توانید در تمام سایت های شورای علمای عمومی جهانی، یعنی تمام علمای امروزه اسلام از علمای معتبری که هر کدامش رو خواستید شما می توانید از اینترنت و از یوتیوب پیدا کنید که میگویند طلاق از وکالت هم می افتد. یعنی در زمان پیامبر مرد از یمن استاده یا مرد از شام استاده زنی در مدینه بودش رو طلاق میداد از طریقه وکیل که یک نفر رو میگفت برو و همسر من بگو که او به من طلاق است. و البته که تلفن رو میتوانیم مقایسه به وکیل کنیم و در تمام کتاب های فقه میتوانیم پیدا کنیم که از طریقه کتابه یا نوشتن طلاق واقع می شود. برای همین گپ شورای علما در اینجا هیچ نقش ندارد و بگذار به خطاگی خودشان جواب دهند. ولیکن عزیزان از همچون امانت علمی و به گفت تمام شورای علمای عمومی جهانی میگویم که طلاق از طریقه تلفن صورت میگیرد و به این خیلی باید اهمیت دهیم. سوال دیگر، اپاجان 4 سال شد شوهرم رو ندیدم، در روسیه است. زود وسواس میشم، نمیدونم چیکار کنم. چند بار به شوهرم فهمونیدم شرایط رفتن نیست. میگوید چی مصلحت میدادید؟ پیش از همه خواهر جان حتما باید شوهرتون را درک کنید، برای اینکه بیچاره در روسیه چی زندگی دارد، چی حال دارد، برای چی اومده نمیتواند اینها را اولا فهمیم. دوم برای وسواس نشدن که این اولا از شیطان است، حتما پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند روزه گیرید، با یگان طلب علم پیشروی معنوی برای خودتون کوشش کنید و البته روحای رفتن به نزد شوهرتون رو از دیگر روح خودتون هم حرکت کنید که بینید که شرایط نیست کدام شرایط رو میتوانید مهیا کنید تا که به نزد شوهر بروید. با یاری از طریقه
خیش و تبار و یا بایوری از طریقه پدر و مادر، لیکن شوهرتان را حتما درک کنید و نگذارید که مهاجری که 4 سال برای شما و عائله‌اش در کنج غریبی ها هست، شما با وسواسی شدن این کارها تمام امید او را برباد زنید. سوال دیگر، همش خوب بود یک زن رو چی و اینجا امر معروف است چی مردها مرده اند؟ مگر مردها مردگی نیستند، ولیکن امر معروف چگونه که برای مردها فرض است برای زنها هم فرض است. و در این باره شما می توانید از قصه زنهای پیامبر بعد از این راوی ها و از آیت های خود کتاب قرآن هم که الله می گوید مؤمن مردها و مؤمن زنهایی که امر به معروف می کنند و نهی از منکر می کنند. و اگر شما می گویید امر معروف کردن خاص مردها هست، پس باید در کنج همان مرد سالاری جاهلیت که زن قدر نداشت در آنجا بمانید. و چیزی دیگر این است که 1001 زن تاجیک امروز میبراید و اطلس میپوشد و گل میگیرد و رقص میکند و کارهای دیگر میکند. اون کار برای زنها هست و برای مردها نیست. اینجا چی گفته میتواند؟ یعنی زن تاجیک برای آن خلق شده است که فقط رقص کند، پیشواز گیرد، اطلس پوشد، سرودخوانی کند و 1001 رسوایی دیگر کند. اما زنی که میبراید و از دینش گپ میزند، برای الله گپ میزند و مردمش رو میخواد از حلال بیدار کند یا بفهماند، شما میگید مرد چی است و مرد مردن؟ مردها مردن یا نه؟ به خودتان هم ببخشید علی نوشته است و سوال دهنده عزیز، به خودتان یک سوال کنید، شاید قلب شما مرده باشد که این گونه سوالتان بخشی زیاد خیلی جاهلانه و دور از عقل و از شریعت است. سوال دیگر، یک مرد تا چند زن گرفتن ممکن در اسلام؟ در این باره در سوره نساء هست، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع و این خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملکت ایمانکم. شمایان می توانید هر زنی که برای شما خوش آمد، می دانید که با آن زندگی عائله بنا کرده می توانید 2 تا یا 3 تا یا 4 تا گیرید، اما وقتی می دانید که عدل کرده نمی توانید، به یکی ظلم می کنید، به دیگری نه، یکی رو خرسند می کنید، دیگری رو گریان، فقط 1 تا گیرید. پس زن مرد مسلمان ببخشید می تواند تا 4 زن گیرد، اما اگر داند که او عدل کرده نمی تواند، عدل و انصاف در او نیست، حتما باید 1 تا گیرد وگرنه گناهگار می شود. و آخرین سوال، مردک زنک بازی کند آیا با زن خودش طلاق می افتد؟ وقتی که مرد زنا کرد و یا به گناه کبیره رفت طلاق نمی افتد. در اینجا هیچ طلاق نمی افتد، فقط طلاق زمانی می افتد که مرد با زبان خودش طلاق را دادم گوید یا اینکه نعوذ بالله مرد از دین خارج شود با حلال کردن یگان حرام یا حرام کردن یگان حلال یا مسخره کردن با شریعت که در حکم مرتد یا خارج از دین در این باره می توانید پیدا کنید. لیکن عرق خوردن، زنا کردن، گناه‌های کبیره سبب نمی شود که ما گوییم بین شمایان طلاق افتید. و اینجا عزیزان خیلی سوال ها زیاد بود و در آخر من هم کمی صحبت کردنم شاید به خستگی آمیخته شد. این بود برنامه امروزه ما و امیدوار هستیم که از این برنامه خیلی فایده گرفتید و با ما و با تمامی تیم یا خودگروهی پیام هستید. شمایان را به الله می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.